بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه تک تکتون هر جای دنیای قشنگمون که هستید. شب و روزتون بخیر باشه. دوستای نازنینم خیلی خوش اومدین به یه پیغام گرفتن از تاروت، به یه ویدئویی که میخوایم از تاروت کمک بگیریم در مورد اون مسئله‌ای که ذهنمون رو درگیر کرده. بهترین جواب چه خواهد بود؟ چشمای قشنگتون رو ببندید، نیت بکنین تا بریم از تاروت مشورت بگیریم. خب چشماتون رو باز کنین. سوالتون رو امیدوارم توی ذهنتون پرسیده باشید و از تاروت بخواید که بهترین جواب رو بهتون بده. خب همین اول کار کارت اشاق در اومد، کارت 10 سکه، کارت ملکه شمشیر، 10 چوب دست و کارت شوالیه سکه. خب خیلیاتون رو میبینم بچه‌ها نیتتون نیت ازدواج و به هم رسیدنه با کسی که دوستش دارید، اما انگار یه شخص مانع هست، یه خانوم. این خانوم میتونه از طرف آقا باشه که راضی به هم رسیدنه نیست. حالا اگر آقا هستید، این خانوم میتونه از طرف خانومی باشه که شما دوستش دارید. انگار برای رسیدنتون به هم مانع و مشکله و نمیذاره که شما به این خواسته قلبیتون برسید. انگار که مدت زیادی هست این اختلاف نظر وجود داره، این اذیت و آزارها وجود داره و برای شما و کیس احساسیتون انگار مشکلات زیادی رو به وجود آورده و متاسفانه میشه گفت که این خانوم نقشش توی زندگی شریک احساسی شما خیلی پررنگه. یعنی کسی نیست که بشه بهش بی‌اعتنایی کرد. شاید مادریه که خیلی برای بزرگ کردن این بچه زحمت کشیده و این بچه خودشو مدیون اون میدونه. شاید سختی‌های زیادی رو برای به اینجا رسوندن این بچه داشته و این بچه خودشو یه جورای مدیون میدونه و نمیتونه که پا روی قلب این شخص بذاره. یه جورایی دلش میخواد هم به شما برسه، هم ایشونو راضی نگه داره. راضی نگه داشتنش که اینو بهتون بگم بچه ها، این شخص تصمیم نهایی تصمیمیه که خودش میگیره، ولی دلش میخواد یه جوری این اتفاق بیفته که این شخص هم آسیب روحی نبینه، چون از درون خودش به اندازه کافی غم و غصه و آزار داره. سختی‌های زیادی رو تو زندگیش کشیده، مشکلات زیادی رو باهاش دست و پنجه نرم کرده. برای همین این کیس احساسی شما واقعا درکش میکنه و تمام آرزوش اینه که هم به شما برسه، هم ایشون رو راضی کنه و که همتون کنار هم خوشحال باشید. نه اینکه فقط شما رو به دست بیاره، اونو از دست بده، یا اونو راضی نگه داره شما رو از دست بده. نه، دلش میخواد همگی خانوادگی خوشحال و راضی باشید. خب اونایی که موضوعشون موضوع احساسی نیست، مسئله مالی دارن، نیاز به یه پول دارن که انگار یه حمایتی باید بشن، یه نفر کمکشون بکنه. ببینید، میبینم که اون پولی که باید به دستشون برسه یه مقدار فعلا استوب هست و دلیلش هم وجود همون خانومیه که میتونم ببینم توی فال شما. حالا این خانوم مادر و خواهر شاید نباشه، ولی در کل خانومیه که جلوی این رسیدن این پول به شما داره میگیره. اگه بخوام از ماهای تولدش بگم، خرداد، مهر یا بهمن ماهی میتونه باشه. خیلی هم خانوم عصبی و جدی و اهل دعوا. اگر تا الان اون پول به دست شما نرسیده و استوب شده، دلیلش وجود این خانومه که نمیذاره به دستتون برسه. برای بعضیاتون میبینم که انگار قراره که از طرف خانواده، از طرف مثلا پدر، یه چیزی به شما داده بشه، مثل یه خونه، مثل یه زمینی، ملکی، چیزی رو به نام شما بکن، ولی انگار اون خانم راضی نیست. حالا میتونم از طرف همسرتون باشه، مثلا پدر شوهرتون بخواد چیزی بهتون بده یا پدر خانومتون بخواد چیزی بهتون بده، اون مامانه راضی نباشه فعلا. میتونین میبینه که شما دارید سختی میکشید، ولی برای پول دادن هنوز
نتونسته خودش رو راضی بکنه که هرچه زودتر این کار رو برای شما انجام بده. به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته و شما به خواسته قلبیتون برسید. فقط اینکه نگران نباشید. اگر در مورد به هم رسیدن تصمیم گیرنده نهایی این فرده و خودش میدونه که چجوری شخصش رو راضی بکنه و به سمت شما بیاد. اگر در مورد پول هست، پول آماده است. میدونین یک کم دیگه بیشتر نمونده. ببینین این آقا فاصلش تا خونه ها خیلی نیست. یک کم دیگه بیشتر نمونده. سختیاتون تموم میشه و بالاخره اون پول قشنگ و قلمبه‌ای که قراره گیرتون بیاد گیرتون میاد انشالله. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم بهترینا همیشه در انتظارتون باشه چون لایقش هستید. شب و روزتون بخیر باشه هر جای دنیا که هستید. خدا نگهدارتون.